16 دکابر در تالار پارلمان تاجیکستان جلسه یکمی یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پیام خود درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سخنرانی نمودند. در تالار ریاست هر دو مجلس پارلمانت، اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر و اعضای حکومت کشور، رهبرت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبرت وزارت و کمیته های دولتی، اداره های نزد پرزیدنت و حکومت، مقامات مرکزی سعودی و دیگر نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات، اکادمیای ملی علم‌ها، مؤسسه‌های عالی تعلیمی، رهبران مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری، یک گروه وکیلان اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، اعضای شورای جمعیتی، حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وکیلان یک قطار اتحادیه‌های سیاسی، جمعیتی و ایجادی، رهبرت کارخانه و مؤسسه‌های جمهوری، بانک‌ها، تاجران و صاحبکاران فعال و جوانان تشبسکار، نمایندگان هیئت دیپلماتی و واسطه‌های اخبار عموم حضور داشتند. در پیام به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اومد به پیشبرد ثمرانک سیاست داخلی و خارجی و تأمین پیشرفت ساحه‌های گوناگون از جمله صنعت، انرژتیک، کشاورزی، راه و نقلیات، سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری، معارف و علم و فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی، مهنت و شغل اهالی، جوانان و ورزش و سیاحی، اندوز و گمرک، امنیت و مدافعه، حفظ حقوق و ترتیبات، رشد مناسبات دوستی و همکاری با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی و منطقوی وظیفه‌های مشخص معین نمودند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان سال 2025 را برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان باز یک سال تاریخی نامیدند. سرور دولت درباره رویدادهای تاریخی و سنه‌های خاطرمان اندیشه‌رانی نموده برگزاری انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را یکی از چاره‌بینی‌های مهم سیاسی نامیدند. حل پررأی مسائل سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان، شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحد دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از رویدادهای مهم سال 2025 نامیده شد. گفته شد که در سطح بین المللی پیشنهادهای کشور ما اعتراف و قبول گردید، از جمله قبول قطعنامه‌ها دایر به حفظ پیریخ‌ها و کریوسفر بخصوص در منطقه‌های کوهی، نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی، به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی. به اندیشه پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان پذیرفتن این تشبس‌ها افاده اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان اوید به مسئله‌های مبرم روزنامه گلوبالی به حساب می‌رود. سرور دولت محترم امام علی رحمان اوید به پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن صنعی در جهان معاصر اندیشه‌رانی کرده وظیفه گذاشتند که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرانک استفاده گردیده به منبع علاوگی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان از سهم بخش خصوصی در پیشرفت کشور یادآور شده به حکومت جمهوری دستور دادند که برای آسان نمودن دسترسی بخش خصوصی به ذخیره‌ها، خدمت‌رسانی‌های دولتی، اطلاعات، واسطه‌های ارزان مالیوی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای بلند برداشتن رقابتناکی،
تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثر اندیشد. محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری حکومت کشور را وظیفه‌دار نمودند که برنامه نوی رشد معمولی کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همچنین پیشنهاد گردید که برای بهتر نمودن دسترسی صاحبکاران استحصالی به مبلغ‌های ارزان درازمدت و افزایش دادن حجم قرض فوند کفالت قرضها تأسیس داده شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و مردم شریف تاجیکستان برای سهم ارزنده در تجدید و ساختمان راه‌ها، بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی بخصوص مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی و دیگر کارهای آبادانی و بنیادکاری از صمیم قلب منتداری بیان نمودند. محترم امامعلی رحمان رشد و پیشرفت ساحه‌های مهم اقتصاد ملی از جمله صنعت، انرژتیکا، کشاورزی و نقلیات، مبلغ‌گذاری این بخش‌ها، تطبیق لایحه‌های کلان و عملی سازی برنامه‌های استراتژی آنها را تحلیل نمودند. ضمن پیشنهاد پیام به حل مسائل اجتماعی بخش‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، زنان، جوانان و ورزش توجه زیاد ظاهر گردید. اثنای سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان یک قطار پیشنهادها را منظور اشتراکداران چاره‌بینی کردند. از جمله پیشنهاد گردید که مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی مرکز آموزش پریخ‌های اکادمیای ملی علم‌ها با مؤسسه دولتی علمی و تحقیقاتی انستیتوت آموزش پریخ‌ها و کریاسفرای اکادمیای ملی علم‌ها تبدیل داده شود. اینچنین با حکومت کشور و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دستور داده شد که برای در پایتخت کشور بنیان نمودن کانون یعنی مرکز تمدن آریایی و با در نظر داشت فلسفه و حکمت جاویدانه نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده، بنیاد کردن مرکز بین المللی نوروز چاره‌های مشخص اندیشند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت امکانات‌های امروزه اقتصادی و ضرورت باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی با حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش دادند که از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندها 20% و مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شوند. در برابر این سپارش داده شد که با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه‌های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی با آنها نکم از 15% از اندازه مقرر شدهشان ایندکساسیون کرده شوند. در این ضمن محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور هدف عالی دولت و حکومت کشور به حساب می رود و در این جهت من بعد نیز تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. گفته شد که سال 2026 برای مردم کشور سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26,000 آنها به استفاده داده شده است که بیش از 70%شان از حساب صاحبکاران و شهروندان می باشد. اظهار باور کرده شد که تا جشن مقدس ملی شماره آنها از 30,000 می گذرد. محترم امامعلی رحمان در رابطه با تجلیل 35 سالگی استقلال پیشنهاد نمودند که سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلان کرده شود.
در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم شرفمند تاجیک اهلانه و سرجمعانه منبعد نیز به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان و آبادی وطن عزیزمان زحمت میکشند. وقتی که ما سرجمع هستیم متحد هستیم بزرگی ما از همون راکت های هسته‌ای ده بزرگتر است قدرتمند است.